همتونین نازنین سلام، امید است در هر جای دنیا که هستین اینجور خوب و ساعت سر حال باشین. امروز ما نورگل جان آمدیم که سایه مسکونی مردم تاجیکستان با شما با تصویر بکشیم و تمام اینجا تا جایی که دیدیم کل جایشان مثل بلاک‌های مکرویان ماواره هستند. مکرویان 4 مکرویان کنا همون رقم چون هم روس جور کرده و بلاک‌ها هم روس‌ها جور کردن تقریبا به یک نوع ساخته هستند. داخلشان هم یک نوع است. امیدوار هستیم که یگان کس پیدا کنیم اینجا کامرشان گپ بزنیم چون که باران از همه گیدم و خانه‌های خود در آمدن. ما رسایی که بی خانه همون دسر سرکا گشت در آمدن هستیم. ما برنامه سب میکنیم. خب خیلی بسیار لذت داره که رقم باران باشه و 2 نفر باشن و لذت زیادش ای است که بخوایی به هموطنان خود یک کاری کنی. همونطور نیست نورگل جان؟ سلامت باشید دوستا، سلام بنده را پذیرا باشین. یک تعداد کسایی از یا در روزهای عادی یا کم می باشن اینجا و با خود بخصوص به روزهای باران دیگه یک ذره یا از امی تصویر خود نمیترسن ولی تو گپ زدن نمیتونن یا لهجه ما را نمیفهمن یا کدام رقم هم گپ خودشان سیامکه و نمیکنن دیگه. حالا ما اومدیم اگر پیدایشون کردیم تو شرمکشان میاد. شرمکشان میاد. اگر پیدایشان کردیم امروزشان گپ میزنیم، اگر نه که پیدایشان نکردیم نبودن در باران کلش در خانه‌های خودمون بودن دیگه اینجا رو براتون معرفی میگیریم. دوست این برادر مکتب است. مکتب است. خودش خواندن نمیتونه ولی مکتب است. این طرف یک جای بسیار مقبول داره به خاطر تفریح. طرف تفریحای شاگردایی که یعنی گازکا داره. حالا اگه باران نمیبود میرفتیم میجیدیم نورگل من فهمیدی؟ ولی یک چیز است که محال جان در افغانستان هم مگریانای شمجایی که خانه‌های مسکونی که جور کردن تو در بین یک تا دو تاش یک تا پارک است ولی خوشبختانه همو پارک‌ها را گرفتین و غصب کردن یا سوپرمارکت جورش کردن یا کانتینرها را ماندن. یک رقم نه و یک رقم همو کسی که مردم هم از استفاده میکرد اونماش گرفتین بند کردین و قید کردین برای خود و اینجا است دوستا در بین هر 2 بلاک یک تام پارک است که برای اطفال یا خودشان در وقتهای بیکارگی میان اینجا میشینن. والا نورگل جان ما امروز یک فیسبوک چک میکنم دیدیم که شهروالی کابل تمام کسایی که غصب کرده بودن رفتن یک چیزی از کلان نیم خانه را که چپا میکنن بلدوزر اسکواتور از ما برده بودن زیاد خانه را سوپرمارکت ها را دستهای مکرویان اینجا کلش چپا کردن. باز برات نشان میتم در پیج شهروالی کابل ماندن یکی از بهترین کارها را کرده. کسایی که حداقل 15 جریم چقدر جایی که غصب شده بود یا از اون کلام زیادتر بود نوشته کرده بودن دقیق یادم نیست رفتن همون جای شهروالی کابل از بین بردن بیخی همون تعمیرش کلش چپا کردن. خداوند خیر بسیار کار نکرده خدا اینا رو خیر بده. از این معلوم میشه که اینجا واقعا مکتب است. نورگل چون پیش روش یک میدان فوتبال است میبینی؟ خوبم جال گرفته. هم از میدان فوتبال است فکر کنم و هم از والیبال است ها. دخترانه و بچگانه است. دخترانه و بچگانه است. یعنی همون گازکایی هست که میان اطفال اینجا اساطیری میکنن ریک و یکی از نشانهایی که میره جمهور ازیا بسیار سازی شیرین است. یعنی بسیار قدر میکنه احترامش میکنه پرزیدنتشان همین آبادیایی است که میکنن سعی که برن در هر طرف که برین اینا کار میکنن مصرف کار کردن هستن مصرف آبادانی کشور خود هستن دیگه. دوستا یک چیز دیگه که فعلا همون مگریانایی که هستن هم لبای سرک از هم یک طرف گرفتین هم تجارایشان میان واره خراب میکنن دیگه. اینی رقم که لطیف جان برید تصویر نشان بده اینی رقم هم تو آسمان خراج جور میکنن. میگه منزل اولش که سوره مغازین جور میکنن اما مغازه ها یا دکان ها جور میکنن بعد از هر کسی که در منزل بود به بود تعداد برشان خانه میته 2 سال بعد ولی جای دیگه که یارا میبره کوج میته کرایشان بوجه میته ولی 2 سال بعد با همون خانهش پس برشان میته و متباقی دیگه یا مفروشه یا کرا میته. این رقم کارا میجه جریان داره. تصاویر از این همه ما ببینید که کلا مثل مکرویانای افغانستان واره است. اول دوستی داریم نیم مکریان کونه داریم ولی دیگه فکر میکنم زیاد است. اینجا تمامش مگریان پرسان کرده مگریان که گفت خودش یک کلمه روسی است جایی که مردم مسکن گزین میشه یا زندگی میکنه او را مگریان میگه. خب اونجا 3 و 4 که جور کردن دیگه باز نمانده نشان که دیگه یا جور کنن ولی اینجا تمامش گپ خودت از 100 200 300 هم زیاد شده. چون هر طرف تاجیکستان که بگردی میبینی که ساختمان‌های مثل مکرویانای افغانستان واره هستن.
حتی تا کلاب هم که رفتیم تا کلاب هم که رفتیم مگریان بود. اکا سلام، خوبین؟ سازین؟ نغزین؟ چه کار میکنین اینجا؟ دم گرفتی؟ خانه کجاست؟ خانه آباد نه. مکتب خو میری یا مکتب خلاص کردی؟ نه مکتب یک شنبه هست. یک شنبه است امروز رخصت دوستا، امروز رخصتی از است که یک شنبه است. یک شنبه اینجا تمام اومدی دیگه دیواله نیست. دوست رفیق نداری؟ نه دارم من با یا خود بارون نیستن. دوستا دخترها زیاد از یا بچه‌ها؟ بچه‌ها. دخترام دوست داری؟ نه. چرا؟ ولی همیشه ندارم. مکتبتون کس که دخترها و بچه‌ها یک جا میشینی؟ یا جدا جدا؟ نه بچه. بچه دخترها دختر. آفرین آفرین. چطور اینجا تنها آمدی باز یا باران از روزایی که باران نباشه روزای رخصتی چیکار میکنی؟ روزای رخصتی چی میشینم خانه در کتاب میخونم. زهر میرم. فوتبال یا ساتری نمیکنی بازی نمیکنی؟ نه. هیچ. چرا؟ برای رقم بازی سخت نمیکنم. خود نمیتونی. برای افغانستان معلومات داری؟ درباره چی؟ افغانستان. نه اونقدر معلومات. هیچ افغانستان هم میفهمی؟ بله میفهمم. کشور همسایه است. کشور همسایه خیلی خوب است. خیلی خوب است. ماشاءالله ماشاءالله. تاجیکستان هم خیلی خوب است. ما از افغانستان آمده مهمان هستیم اینجا. و خیر باشین سلامت باشین. شکر رحمت. مایلش درست است. مایلش به خاطر چی این جمله پر مفهوم به کار بردی؟ والله امی تاجیکا نمیفهم میدونم امی مایلش خیلی معنای زیاد داره. هر کارکشن میگه مایلش. میگه ما نمیفهمیم که. او صبره او طرف ما ها این طرف از این را بریم. خب از این رسیم کم میکنه. اونجا دوستا پیشتر ما اونجا گپ میزدیم یک اکا آمد خب یک برادر ما آمد دید یا گپ میزنن امرو را موندن دم بین او رفتم اونجا گفتم من از سیام کم میترسن دیگه. این تو قدر بریم میشه یک دکانک است یا مغازین میگن سوپرمارکت ما دکانک بریم چی داره بیشترین همی موادایی که اینجا میفروشنی تمامش از دیگه جای میارن مثل که افغانستان اصلی خود تولید از خود نداره تولیدی نیست وارداتی اینا هم تمام چیزایی که من میبینم بچه‌م میخوره تمامش وارداتی هست. نه یک تعداد چیزایشان مثلا آب معدنی یگان جوس آب معدنی و جوسشان آب معدنیشان هم گازدار است. زیادترشون آب گازدار میخورن. هم توریستان لاغر است. بریم در مغازین برو پیشه خسته بگیریم اگه داشته باشه گشتی دیگه خدا خسته خوبه تاکو از بالا این نیست تاکو خلاص سلام علیکم بگی سعی پیچو میگیری چی؟ خسته مرم چی؟ خسته رو چی میگه؟ اکا سلام خوبه سلامته خسته؟ خسته داره؟ امو او که مای یک نمکیشه الان خواسته سفیدم سیو نه سفید نمکی هستین سفید شد بده الان خواسته نه خواره عزیز نه خواره عزیز ما افغانی میفهمم خو رحمت دیگه یک چیز تند تیز دارین؟ چی؟ تند تیز باشه کچوپ نه کچپ خونه امیال که مثلا درا بریم بخوریم نداریم چیز یک تلگرام بگی دختر خواه یک تلگرام بده بی برادرمون بده بگو که چه چیزی میکنی؟ نه یادا کجا بگردنیم دمت بیانا چیزای افغانی هم دارین؟ هیچ خودش تاجیکیست روسی ها؟ حالش چی بود محصولاتش؟ شکر بود شکر؟ سوق بود
ما از افغانستان آمدیم اینجا مهمان شما هستیم تاجیکستان. از افغانستان خبر داری؟ نه. ها؟ چطور نه؟ و رحمت این چند شد؟ 4 سال. ها؟ همسایه است. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. یا شخ میگیری چی میکنی؟ برکت شه. میگه برکت شه زغالش. این هم نان تاجیکستان. ماشاءالله چی یک نانایه. ایش خام کشیدی؟ نه بچه این خامه. ایش پخته یا ایش خام؟ دیدی؟ یا شماست؟ این نانا. شاگرد شه. پسر رئیس می. پسر رئیس. پسر رئیس یا پسر آقا. روز چند میتن خودتا؟ 35 سال روزانه. با اوش در ساعت 11 تا خوفتن 6 هفت. سلامت باشی زنده باشی مرحمت کلان شما. بریم که محال مشون کجا رفت. باش که لالا چی میگن؟ قربانت سلامت باشی. بخیری سلامتی. نام خودت چیه؟ سیاوش یا سیاموش؟ سیاوش ماشاءالله. سیاوش چی معنا میده؟ تیزوش. مکتب خواندی خلاص کردی؟ دانشگاهم اینستیتوت خواندی؟ چی را خواندی؟ نیم کورس؟ بعد چی کار میکنی؟ امروز جمعه است. امروز رخصته. چی کار میکنی؟ درس میخوانی؟ همین جمع کم خبرگی من دوست داره با میریم دیگه درس رو تمرین کنیم. فقط دانشگاه. از افغانستان میفهمی چیزی؟ چقدر معلومات داری درباره افغانستان؟ پایتخت شهر کابل است. دیگه پایتختش کابل است. دیگه 34 ولایت داره. از مردماش مزار شریف. مزار شریف. ها؟ کدام افغان دوست داری؟ نه نیست. هیچ. در دانشگاه میخونن اما باید 30 سال همه کلانه. خواه که کلانه دیگه کار نداری ها؟ نه با سلامت باشی.